салому алейкум برادرای عزیز. قصه نوبتی به خاطر یار و دوستای نزدیک. یک مردکی بیچاره شوقتی زنش یک کشوکش میگیره که اون مراد و مقصد حاصل نمیشه. زنش خیلی جنگ میکنه، خانه میبره میره پیش لوبوونیکش. میداره خانه ده استراحت کزه که لوبوونیکش شوهرش میبیه دیگه невыходное положение. زنکی بیچاره میترسه میگه خیلی پر. مردکی بیچاره هم خیلی گل ایدهی تریزه میپره بیرو میپره که بیرو ده 5 10 15 سپارسیمن ترسوکو مایکاختی هم خیلی پشتی دوم خیلی دویده سیان. این دیگه невыходное положение سیز نگاه میکنه باینی همو میداره خیلی همو دویده رفتن میگیره. یا تاشه خیلی نگاه میکنه میگه برادر با تو سریع گل میدوی. میگه هو. میگه پرزرواتیو هم داری کو. میگه روزای بارانی خیلی میدوو. سلام علیکم. قصه نوبتی برای یار و برادرای غریب. زن و شوهر پیر و کمپیر 70 80 شو کشوکش میکنن. کمپیر بیچاره خیلی عمرش رفتگی مزه نه. خیلی مرد جان ما بکن، خیلی مرد جان مرا بکن، نه که قفا بکن. من روز خواندم که مرا مزم نیست رنگی من میمورم همه آدم پسند میکنه میگن موسفت میخیزه کمپیر یک دست میگیره سهر میخیزه کمپیر جارو در دست یک مقام حولی روخته سه یک مقام بیخون سه مردک هر سر میخواب میشینه جوش ده موسفت بیچاره میگه خیلی ای قفاش پیدن خطی که آدم ساعت بشده ممکن بود که نیم قشلاقس پسند کنی.